پیغمبر خدا چقدر همسر را دوست می داشت. پیغمبر خدا همچنین حضرت خدیجه را دوست می داشت که وقتی که خدیجه از دنیا رحلت کرد، حضرت خدیجه وقتی که از دنیا رحلت کرد، پیغمبر خدا را یک کس هدیه می آورد. هدیه میگفت یا رسول الله هدیه. پیغمبر خدا میگفت که همین را بگیر فلان خونه برا، در همونجا یک زنک زندگی مینه، همون زنک خدیجه دوست می داشت. بر همین را همون رفته. یعنی دوستهای خدیجه را پیغمبر دوست می داشت. همچنان نسبت زنش شفقت و مهربان و دلسوز و محبت بود که حتی دوگونه های خدیجه را دوست می داشت. فهمیدی؟ بسیار انا گفتی گوش کن. همون را نون شاید برای زخدت برای بفهم ولی ما پسی میکنیم. گوش کن بگو نون چه خطی نونی پدرش بگو. نونی خود چه خطی نونی پدرش. و اینجا دیگه نپسیم. همین که پیغمبر خدا دوست می داشت. این سلامه پیغمبر پرسید. گفت یا رسول الله یه زنی هست که در دنیا 2 شومینه 3 شومینه 4 شومینه در روز قیامت خطی کدوم شوش میخیزن. این زنهایی هستند که 2 شومینه 6 میبره با 3 شومینه نمیشود 4 شومینه. در روز قیامت خطی کدوم شوش میخیزن. 4 شوک هست خیلی کدوم میخیزن. پیغمبر خدا چی گفتن؟ گفتن که خداوند در روز قیامت او زنه که اختیار میتن. همون زنه که اختیار میتن. میگه همین 4 شوی کردی کدومش اختیار منی؟ پس او کدومش اختیار میکرد او زنه؟ فاحسنهم خلقا. همون شوهرش که در دنیا اخلاق خوب داشت همونش. میگفت است که یا رسول خدایا من وقتی که در نکاح همیش بودم بسیار زندگی خوب دیدم. انا همیشه اختیار میدم. پس نگاه در روز قیامت وقتی که زن خودت اگر قبول نکنه بعد شرمنده نیستی؟ احسنهم خلقا گفتن پیغمبر خدا که همون شوهرش که از لحاظ اخلاق بهترین بود. انا همون شوهر. هذا ما دوشي ما دو چرا نه؟ هذا ما سياسي حاش ما دوشي يرودا میگرده او گناهگار شکر قدر منظره نداره و همون زن یک صالحه پاکدامن. مثال یخیش که 4 تا داره کو اول با کدوم زن داره 4 زن داره کو صدق 2 زن داره همش مثال میره و روز قیامت با اول با کدومش میخیزه باز گفتیم کاری گوشت لقه کردی چی باشم میگم زنه که اختیار میته خدا اوجا مرده کنه 2-3 زن گرفته هم 2-3 زن دم فهمیسته خدا زنه کار میپرسه خاطی کدومش میستی اخلاق خوبی چی داشت فاحسنهم خلقا. این اخلاق خوب بهترین چیز. پیغمبر خدا دوگونه های حضرت خدیجه را دوست می داشت. و حضرت گفتن که ادبنی ربی فاحسن تأدیبی. گفتن که خداوند من خودش ادب داد. یعنی پیغمبر خداوند خودش اول ادبش داد با پیغمبرش کرد. ادبنی ربی فاحسن تأدیبی. گفتم بهترین آداب خداوند برای من هدیه کرد. برای که انسان بی آداب نمیشه پیغمبر شود. میشه؟ سرور مردم بی آداب نمیشه که نفسه بینید نور محمد دیگه فهمیدی؟ اونجا نوازم انا دیگه بیارم. خود بول نگون الحمدلله. و حتی نگون ونفس بنت نور محمد نفس نفسي نور محمد ابني نور محمد جان همه پرسیم با بلند بگو که بفهمیم که شایده بفهمم. بسم الله الرحمن الرحیم. به فرمان خدای کل عالم شد از کتم عدم موجود آدم. چه آدم از عدم گردید پیداز آدم آفریده گشت حوا. بکر آن هر دو را با یکدیگر جفت که آدم حق تعالی فانکحوا گفت. نساء مثنی ثلاث و رباع است چو 5 آید یکی از آنها وداع است. بس این سنت همین دم برقرار است که حکم شرع و دینش استوار است.
هر آن کس که کند ترغیب سنت فلیس منی، او گفت نیست امت. همین از مذهب نعمان هر چار که ما بر مقتضای آن کنیم کار. اکنون که شما بنفشه بنت نور محمد نفس نفیسه خود را به زنی و به زن و شوهری و به نکاح صحیح صریح مسلمانی و به دو امر شرعی که بین الناس معروف و مشهور است و بدل کذا مهرین که سلسی عجل و سلسانی عجل الی بقای نکاح است، به همین جوان حاضر راغب یار محمد ابن جنگی بیگ دادش و بخشیدش به زنی. الان بگو که بخشیدم بلندتر، فهمیدید؟ اکنون که شما یار محمد ابن جنگی بیگ نفس نفیسه بنفشه بنتی نور محمد را به زنی و به زن شوهری و به نکاح صحیح صریح مسلمانی لغی مهرین مذکورین که حال و نام برده شده و به دو امر شرعی که بین الناس معروف و مشهور است، از برای تن و نفس خودتان خواستیدش و قبول کردیدش بزنید. الحمد لله الذي جعل النكاح سنة للأنام فاصلا وقاطعا بين الحلال والحرام كما قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث والربع وقال النبي عليه الصلاة والسلام النكاح سنة وقال في مقام آخر فمن رغب عن سنتي فليس مني الناكح راغب والمنكوحة مرغوبة والمهر على ما تراضيا وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجماعة المسلمين الحاضرين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم العلي العظيم السميع الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين. بحرمتي محبت دائمانه خبر قرار کند بحرمت سید المرسلین. آمین یا رب العالمین. مبارک شاه حجبا. مبارک شاه. پیغمبر خدا چخیل همسر شد.